سلام بیننده های عزیز، اکنون شما مسابقه باز محمد مبارز قهرمان MMA افغانستان را با آقای وندی هل از فرانسه تماشا میکنید. حریفش 36 سال سن داره، در کارنامه MMA 4 برد داره و 2 باخت، اما آقای مبارز 34 سال عمر داره. امیدواریم که برنده این مسابقه آقای باز محمد مبارز شود. دوستای عزیز، چینل ما را سابسکرایب کنید، لایک کنید ویدیو را و با دوستانتان شریک بسازید. رفری امروز است جسن. مسابقه خیلی هیجانی است دوستای عزیز. آقای باز محمد مبارز در کارنامه حرفه‌ای خود 11 برد و 6 باخت دارد، جمله 17 مبارزه انجام داده. هرچند در این اواخر از با محمد مبارز خبر نبود، اما 2 سال میشه که در تایلند زندگی میکنه و در اونجا تقریبا به این مدت خیلی آمادگی های خاص را برای مسابقه های گرفته است، اما چانس به او یاری نکرد و بالاخره رفته برش یک فرصت مهیا شده در بازی امشب که خودش را بر شما دوباره ثابت کنه. بازی شروع میشه. باز محمد مبارز از افغانستان در مقابل حریفش یک چپایی که باز محمد مبارز حمله میکنه و حریفش را به زمین میاندازه. امیدواریم که باز محمد بتونه که بازی را برنده شود و امیدواریم که مثل آقای عظیم بدخشی غفلت نکنه و با یک بوکس زمین گیر نشه. در کنج قفس باز محمد مبارز گیر مانده. یوهان از فرانسه، باز محمد مبارز از افغانستان. باز محمد کوشش میکنه خود از گوشه رینگ دور کنه. به هر حال این گونه مسابقه ها گاهی اوقات پیش بینی هم نمیشه. هرچند حریف آدم میتونه یک حریف ضعیف باشه، اما با یک اپرکت میتونه حریف قدرتمند خودش را زمانی که او در مقابل غفلت کنه زمین گیرش کنه و برنده مسابقه شود. شما مسابقه عظیم بدخشی را در نظر بگیرید. تا آخرین لحظاتش کس فکرش نمی آمد که برنده مسابقه حریفش شود، چون اما فکر میکرد که او یک حریف ضعیف است و وقت کشی میکنه، اما چانس با او یاری کرد. همچنان باز محمد مبارز یک پیش پا میزنه. امیدواریم که فرصت با او یاری کنه. دوستای عزیز، مسابقه جالب است. حریف باز محمد مبارز برخلاف حریفای قبلیش کمر پر قدرت معلوم میشه و توانسته که تا حالا بازی را خوب نگاه کنه. یوهان از فرانسه در مقابل باز محمد مبارز از افغانستان. دوستای عزیز، جالب است یکی از عزیزان نوشته بود در فیسبوک که اگر آقای باز محمد مبارز نتونه که برنده این مسابقه شود، باید آهسته آهسته از این دنیا خداحافظی کنه، چون تا حال نتونسته که مسابقات خوب را در این اواخر پیروز میدان شود. یوهان قدش بلندتر از آقای محمد مبارز است، اما باز هم مبارز کوشش میکنه که بازی را خوب نگاه کنه. بازی تا حال در یک حالت قرار گرفته. در ادامه با ما همراه باشید و بازی را تماشا کنید. در این ویدیو هم کوشش میکنیم که لحظات خوب بازی را برای شما به تصویر بکشیم. This purple corner just seems to attract grappling. Yeah, it does.
باز محمد مبارز در یک گوشه گیر مانده و حریفش دستش را قید کرده. هرچند همیشه بازی های باز محمد مبارز اگه شما تماشا کرده باشید در شروع خیلی پر انرژی ظاهر میشه، اما رفته رفته دقایق که از بازی میگذره انرژیش از دست میده. امیدوارستیم در این بازی چنین نباشد و تا اخیر پر قدرت بازی را پیش ببره و برنده مسابقه شود. چیزی که در این بازی جالب است برای من چند دقیقه میشه که بازی قرار بود که یوهان باز محمد مبارز را به زمین بزند، اما باز محمد از خود استقامت نشان داد. قسم که میگفتم این بازی در این راوند کاملا یک نواخت پیش رفته. در کنج رنگ هر دو با هم چسبیده. چیز خاصه تا حال از این بازی ندیده. امیدوارستیم که در راوند دوم اتفاق خوبه برای باز محمد مبارز رخ بده. پس با ما باشید. یوهان کوشش میکنه که باز محمد مبارز را، اما جالب است که این بازی خوبم راوند دوم بازی شروع میشه. یوهان خسته به نظر میرسه. امیدوارستیم از این فرصت بتونه باز محمد مبارز استفاده کنه. Looking for another explosive start to the round. Baz Muhammad. Round 2, your team song. Both these men have a range in their arsenal. There'll be no doubt looking to showcase that in this second stanza. Jason Bonet making sure that Mr. Baz is dry. Here we go. Oh, claps him with the left. باز محمد مبارز قوی ظاهر شد. امیدوارستیم که همینجا بتونه کار را تمام کنه، اما حریفش هم خطرناک به نظر میرسه. به هر حال حریفش باز محمد مبارز به زمین انداخته. امیدوارستیم که اینجا سبمیشنه برای باز محمد مبارز رخ نده. ضربات محکم از طرف باز محمد مبارز بر سر و روی حریفش یوهان واندل از فرانسه. بازی دوباره به مرکز برده میشه. درست در همان حالتی که بودند داور میدان کوشش میکنم مسابقه را از همونجا آغاز کنم. باز محمد مبارزم خسته به نظر میرسه. حریفش در زمین. امیدوارستیم یک حرکت خوب را از وی در اینجا شاید باشیم. Muay Thai fighter, putting that pressure on, and land volume. Johan fighting that right hand. There he goes. حریفش کوشش میکنه که سر پا استاده شد، اما باز هم باز محمد مبارز او رو خوب محکم گرفته است. چند چپ و راست بر روی حریفش. هرچند باز محمد کوشش میکنه که حریفش را ناکاوت کنه، اما حریفش حریف پر قدرت است. با این سادگی دست بردار نیست. باز محمد خیلی خسته به نظر میرسه. امیدوارستیم این خستگیش باعث نشه که بازی را به حریفش واگذار کنه. یک چیز مثبت را که حریفش داره قد بلندش است.
که یک اندازه برای باز محمد مبارز مشکل ایجاد. Seconds out. Seconds out of the ring, please. Seconds out. Shout out to everybody watching us live on Instagram. We got 1,100 people checking us out. M2 MMA 1 live from Cindy Boxing Stadium. Shout out to the sponsor of this راوند fight, سوم Liviana. بازی آغاز میشه. امیدوارستیم که 5 minutes left to اتفاق go. خوبه برای باز محمد مبارز رخ بده در این راوند و بتونه که حریفش را غافلگیر کنه یا نکاوتش کنه یا سبمیشن یا هم بتونه که با دستشن یا تصمیم داوران برنده را به نفع خودش تمام بکنه. راوند سوم بازی شروع میشه. یک طرف Big left hand. باز هم کش میکنه. Nice with the left. در شروع بازی باز محمد مبارز که Takedown. حریفش را ناکاوت بکنه. اما حریفش حریف قدرتمند است برخلاف چند حریف گذشته که داشت. Mohamed Boubaris applying the pressure. Johan using that overhook to stay on top. Goes for the takedown, able to take Johan down. Using that pressure to kind of keep Johan down, but drags him back. کوشش میکنه باز محمد مبارز که یوهان را تک داون کنه، اما His hooks in. یوهان کوشش میکنه که خب بازی را به نفع خودش روی زمین ببره، چون به پای استاده ببره. چند باکس بر سر و روی یوهان از طرف باز محمد مبارز. Johan van der Help, primarily a boxer, but has certainly shown he can hang in the grappling department. Oh, we're finally in the green corner with some grappling exchanges. Fast switching it up, making sure he's the aggressor here. That knee was potent. Stays busy. جالب است برای من Borders territory now, though. باز محمد مبارز کم به انرژی معلوم میشه. امیدوارستیم که بتونه بازی را به نفع خودش تمام کنه. In a super lightweight bout at M2 MMA 1. Both men enjoying those shoulder strikes tonight. باز هم بازی رفته رفته مثل راوند اول به گوشه رنگ آورده میشه. هر دو چسبیده به Against the هم. ropes here. Trying to take the cardio out of Baz, but فکر میکنم این بازی امروزی هم 3 راوند باشه و اگر 3 راوند باشه و همین گونه پیش بره احتمالا که بازی به نفع باز محمد مبارز تمام میشه، در صورتی که در این 2 دقیقه و 40 ثانیه که از بازی مانده باز محمد غافلگیر نشه و Thailand's own. بازی را واگذار نکنه به حریفش با انرژی تر از باز محمد معلوم میشه، اما واقعا بازی است، پیش بینی نمیتونیم بکنیم. was able to win by a rear naked choke. So he has the submission game in him. Johan able to control and put him up against the corner here. A lot of grappling exchanges on the feet here in the co-main. حریف باز محمد مبارز کوشش میکنه که باز محمد را در گوشه رنگ محکم بگیره، 2 minutes left of the هرچند از این final round. حالت چیز به دست نمیاد، Advice from Jawad چون میترسه که مبادا in his corner here. Turned it around. بر روی زمین از طرف باز محمد کشانده شد. Just under اما بازی MMA است، تنها به این خلاصه نمیشه، باید یک حرکت خوب نیست Enough of that. از اینها تماشا کنیم. Oh, clips with the left باز and کوشش right. میکنه Uppercut landed for Johan باز van der Help. محمد مبارز که چند بوکس محکم بر روی حریفش بزنه و او را تک داون کنه. get a Kimura grip, but Baz looking for the back. Johan's arm was باز محمد اگر کوشش کنه با تکتیک سر و روی حریفش را مشت باران کنه بهتر خواب بتونه که برنده مسابقه شود، اما او خیلی علاقمند است که با پس از چند مشتزنی حریفش را تک داون یا زمین گیر کنه. Baz Mohamed Boubaris. خوب به نظر میرسه که حریفش خیلی جسامت بزرگتر از باز محمد داره، اما باز محمد doesn't really
محکم تصمیم گرفته که برنده این مسابقه شود بر شیوه که میشه. خداوند روش باشه. 43 ثانیه از بازی باقی مانده. باز محمد پیش تازتر از حریفش است، اما در هر ثانیه بازی ممکن است یک اتفاق بدی رخ بده. 24 23 22 21 20 ثانیه. باز محمد مبارز گیر کرده در دستان بزرگ حریفش یوهان. باز محمد کوشش میکنه که باز هم حریفش را تک داون کنه. ثانیه های پایانی راوند سوم. امیدوار هستیم که بله باز محمد مبارز به نظر من پیروز این مسابقه. For your winner, fighting out of the green corner, باز محمد Mohammed, the مبارز. Afghan Eagle. بله تبریک باشه به مردم افغانستان. باز محمد مبارز است که حریفش یوهان از فرانسه را زمین گیر کنه با تکنیک های خوب سر.